سلام، وقتتان بخیر. باز هم خوش آمدین به یکی دیگه از برنامه‌های نگاه آی فیلم. یک سوال دارم. تا برای شما این سوال پیش آمده که سینمای افغانستانمان در کدام جایگاه قرار داره؟ امروز در حوزه هنری یک گفتمان در رابطه با سینمای افغانستان هست که آمدیم یک گزارش از او تهیه کنیم برای شما تا شما هم آگاه شوین که بفهمین سینمای افغانستانمان در کدام جایگاه قرار داره. سینمای افغانستان برای اولین بار در اوایل قرن 20 به افغانستان وارد شد، اما با مخالفت‌های حاکمان سیاسی زمینه خوبی برای رشد آن فراهم نشد. فیلمسازی در افغانستان در قرن 20 نوسانات زیادی داشت و در دهه‌های 40 تا 60 خورشیدی اوج گرفت، اما در حکومت‌های بعدی افول کرد. فیلم‌های بسیار کمی با کیفیت بالا در این کشور ساخته شدند. بعد از سقوط طالبان و آزاد شدن رسانه‌ها در افغانستان، سینمای افغانستان دوباره شروع به کار کرد. فکر میکنم که سینمای افغانستان داره کم کم وارد گفتمان سینمای ایران هم میشه و امسال جشنواره فجر بین المللی فجر امسال یک برنامه بسیار پربار در مورد سینمای افغانستان داره و یک خوشخبری است به خاطر اینکه چه خوب است که کشور همسایه ما، هم زبان ما، هم فرهنگ و هم کیش و هم آیین ما در واقع این ابتکار به خرج میدن. اگر یک نگاه اجمالی بیاندازیم به سینمای افغانستان و اینکه چه موضوعاتی و چه مسائلی از مدیوم سینما انعکاس پیدا کرده در طول تاریخ سینمای افغانستان، میتونیم به چند دوره تقسیم کنیم این سینما را. خب خود افغان فیلم بیشتر از 51 سال عمر بیشتر نداره، یعنی اینکه حتی یک قرن هم نیست. در واقع اگر بخوایم سینمای افغانستان رو تعریف کنیم به طور نسبی میتونیم بگیم با عمر افغان فیلم هست. تنها اداره دولتی افغانستان که در حوزه سینما و تولید فیلم کار میکنه. گفتمان سینمای ایران و افغانستان از طرف مؤسسه شهریان مطرح شده. مؤسسه شهریان در زمینه‌های فرهنگ و هنر، سینما و رسانه فعالیت می‌کند و این نشست را با همکاری سازمان سینمایی حوزه هنری در 26 قوس 1398 برگزار کرد. هدف از برگزاری این گفتمان تبادل نظر، انتقاد، پیشنهاد از سینمای ایران و افغانستان است و شناخت بهتر سینمای افغانستان و چهره مهاجرین افغانستانی در سینمای ایران و راهکارهای برای بهتر شدن و نزدیکتر شدن سینما و مردم. یکی از دلایلی که امروز اومدم اینه که ببینم همین افغان فیلم کلاً به عنوان یک نهاد دولتی چه برنامه‌ای داره برای اینکه بچه‌ها رو متحدتر کنن و یک چیزی مثل خانه سینمای ایران بخوایم درست کنیم، یک صنفی درست کنیم. ما فعلا نداریم تو افغانستان و میگم بچه‌ها دارن جزیره‌ای کار میکنن. ببینید سینمای ایران و افغانستان به دلیل شباهت و تفاهماتی که دارن به زبان، فرهنگ و قوما بسیار میتونه کمک کنه که این دو سینمای ایران و افغانستان بتونه همکاری خوبی در پیرامون در عرصه ها داشته باشه. الان که هیچ اتفاق خیلی خاصی نیفته، یعنی استارت بوده به نظر من تا الان خورده و این خودش جای امیده که همین استارت و شروع کار بوده تا اینکه جذب بشم بچه‌ها. من خودم الان ترم یکم، یعنی دارم وارد این فضا میشم و خب این جای امیده که مثلا بچه‌ها دارن علاقه‌مند میشن به این کار و پیگیرن، خیلی جدیان، خیلی دوستانی هستن که دارن تو این زمینه کار میکنن و امیدوارم که
هی بهتر و بهتر بشه. روانشگاه داری. ببخشین صاحب، میگه براش گفته شده که باید مستقیم پیش رئیس بره. ما حوصله ندارم. افغانستان جنگ، مواد مخدر، تروریست، فقر، همه اینها است. شما نمیتونین از این وقتی در مورد افغانستان حرف بزنین این موضوعات رو نادیده بگیرین. شما این فیلم های اخیری که ساخته شده، بعدی روزگاری نیست که یکی از فیلم ها از خودم هست، بنابراین هوا مریم عایشه و یا کابل و شهری درباد رو ببینید، هیچ انتحاری درش نمیبینین، هیچ چیزی درش نمیبینین، راجع به زندگی است و روابط هاست. ما بدجوری تن دادیم به بازی غربیا. شما هر فیلمی از ایران، افغانستان و هر کشور مشابهی که میره بیرون از مرزهاش و جایزه میگیره و فلان میکنه، وقتی نگاه میکنه میبینین بدبختی، بیچارگی، جنگ. اصلا بحث موضوع نیست، بحث نوع روایت، همون که شما فرمودین. یعنی نوع روایت ما خیلی غربی ها بیاین دوست داشته باشین، چه لفظی براش بگم، خیلی این شکلی شده. سینما قدرت داره، سینما داستان داره. من خودم به عنوان کسی که داستان کار کردم، داستان کوتاه کار کردم، فکر میکنم که اگر که یک جامعه بخواد پیشرفت بکنه باید حتما داستانهای شنیده بشه. مثلا افغانستان، دقیقاً مثلا افغانستان ما که معدن داستانهای بکره و رویش یک پرده کشیده شده، متاسفانه به خاطر مشکلاتی که داشته. بعد در موردش زیاد صحبت بشه، در موردش اثر ساخته بشه و وقتی که ساخته بشه اون وقته که افغانستان بیشتر دیده میشه. از این گفتمان واقعا استقبال میکنیم و ما در سالهای اخیر خوشبختانه شاهد همکاری‌های بیشتر هستیم بین افغانستان و ایران در عرصه هنر سینمایی و همچنین در گذشته در قسمت تهیه کنندگی و کارگردانی برنامه‌های تلویزیونی ما شاهد ای بودیم که خیلی از کارگردان‌هایی که داخل افغانستان شروع تلویزیون‌های افغانستان را زدن تحصیل کرده در جمهوری اسلامی بودن. ما در عرصه سینما وقتی میخوایم صحبت بکنیم ما نمیتونیم رابطه خودمون رو با ایران کتمان بکنیم در عرصه سینما، به خاطر یک عده از این سینماگرایی که الان در حال فیلمسازی هستن در ایران یا به دنیا آمدن یا کلان شدن یا سینما خواندن. بنابراین به نظر من حذف رابطه سینمایی بین تعاملات فرهنگی افغانستان و ایران یک اشتباه بسیار بزرگ است، نباید اتفاق بیفته. و همین خاطر ما با همکاران ما در فارابی و در دیگر بخش‌ها در ایران جلسات خیلی مهمی را داشتیم و امیدوار هستیم که به یک نتایج مثبت برسیم. ماها یک سری هنرمند و یک سری در واقع آدم فرهنگی هستیم، یک سری فیلمساز هستیم که در یک منطقه جغرافیایی به 1001 دلیل نکات فرهنگی مشابهی داریم. بیایم رو اونا کار بکنیم. اگه بتونیم هممون در واقع دست به دست هم بدیم که روی این مسائل کار کنیم، هویت تاریخی، هویت ملی، در واقع و هزاران چیز دیگه، فکر میکنم اونجوری بشه بیشتر به پیشرفت کلی اصلا سینمای این منطقه فکر کرد. چه قسم کار؟ هر رقم کاری که باشه، مقصد پیسی زیاد داشته باشه. پیسی زیاد به خاطر چی؟ به خاطر که ما یک فیلم میسازم، به او خاطر. خوب سوپر استار، من کار میتونم، مگم یک شرط دارم. و شخصا کارگردانی برادران محمودی و خانم سهرا کریمی، رویا سادات و خیلی از این هنرمندان و هنرپیشه‌هایی که فیلم میسازن در سینمای افغانستان که حضور ذهن ندارم و خیلی از اینا همین
دغدغه‌ها و مشکلات همین مهاجرین به رخ سینما میکشاند. خیلی خوشحالم که در گفتمان اومدیم، چون مطمئن هستم اگر استعدادهای خود بروز بدم چنین کسی هست در افغانستان که کمک میکنه به فیلمسازای جوان که رشد سریع داشته باشه. باید که گفتمان ها باشه و با هم دیگه بیشتر تعامل داشته باشیم تا بتونیم یک نقطه اشتراک، یک زبان مشترک پیدا کنیم تا بتونیم با اون زبان مشترک با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم و تولیدات بیشتری شاهد باشیم. این نشست مطمئنا یه راه تعاملات دیگه، یک راهیه که ما حرفامون رو میزنیم، نظرامون رو میدیم، این باعث میشه که از نظرهای هم دیگه استفاده بکنیم و وقتی که بتونیم استفاده بکنیم مطمئنا میتونیم خیلی بهتر و بیشتر از همدیگه بهره ببریم و به سمت سوی پیشرفت حرکت کنیم. من نوید هستم. نوید؟ ما بچه هستم. نوید پدر جان. بچه؟ این سمیر است. پدر جان. پدر جان. پدر. باعث خوشحالی است که باز هم هنر سینما توانست یک رخداد فرهنگی و هنری دیگر ایجاد کنه و جای داره که باز در این لحظه ما براتون بگویم که هنر مرز نمیشناسه مثل همیشه. امروز ما شاهد از این بودیم که سینمای افغانستانمان چقدر رشد کرده و امروزه میتوانه با هنرمندان برجسته ایرانی در رابطه با سینمای افغانستان گفتمان برگزار کنه و این نویدی را برای ما میته که ما در سالهای آینده میتوانیم شاهد آثار موفقتر از سینمای افغانستانمان باشیم. نادیا پروانی، آی فیلم 2.